سلام علیکم. خدا قوت. چیدی برای زمستون خالی سختی داینه؟ اواخر فروردین ماه بود. داشتم میرفتم برای پایش. خرسه دیدم اون داره میاد. گفتم او کجا داینی؟ او کجینی؟ نه بینی. محمد باقر غفاری چلاوی که با این ویدیوهای جذابش حسابی اسم در کرده، حفاظتگر محلی محیط زیست است. 45 سال دارد و قریب به نیمی از عمرش را مشغول حفاظت از جنگل است. 300 روز شبان روزی تو عرصم. او هر روز 20 تا 25 کیلومتر در جنگل پیاده روی می کند و حافظ 10,000 هکتار از جنگل‌های چلاو در آمل است. دامدار یه گاردی داشت که ما میایم مخل آسایششون میشه. یه وقتای تعارض داشتیم با جامعه شکارچی. یک کوله پشتی کوچک، داس و یک دوربین که حالا کمی قدیمی شده، تمام آن چیزی است که همیشه به همراه دارد. میرم شهر خانواده است، تعریف میگم من امروز خرس بدیم، گوز بدیم، شکو بدیم، آکو. این دیگه راقب باید میکشی سطح دوربین آیرم که آقا با اگه من درود ازم من در ثبت بوشه. پیرچدی ای روزگار ها. او میگوید با حضور همیشگیش حال جنگل‌های چلاو به آرامش رسیده و دیگر تک و توک صدای تیر شکارچیان شنیده می شود. شوکا که اون هم یه بنوعی از خانواده گوزن، اون هم جمعیتش تو سالهای اخیر کم شده بود. خدا رو شکر الان در سالهای اخیر جمعیتش دوباره احیا شده. خرس هم به واسطه تعارض با دام اهلی با باغدار جمعیتش تو منطقه کم شده بود. الان جمعیت خرس هم تو منطقه خدا رو شکر بهتره. آقای غفاری محیطبان نیست، از جایی هم حقوق نمیگیرد. او زندگیش را بدون چشم داشت صرف حفاظت از جنگل کرده، اما میگوید با این شرایط اقتصادی زندگیش در تنگنا قرار گرفته. خستگی پیمایش 20 کیلومتری در روز و برف زمستون و تنهایی و بعدش هم مشکلات دیگه خیلی برای من مشکل حادی نباشه، ولی شاید بزرگترین مشکل ما در این عرصه بود مالی. اکثر شرکت ها 1% بخش اجتماعی مسئولیت اجتماعی دارن. امیدوارم که سازمان محیط زیست دست ما رو تو این شرکت ها بذاره. در روزگاری که طبیعت حسابی از انسان ها گله‌مند است، باید قدردان کسانی مثل محمد باقر غفاری بود که حالا صدایش صدای آشتی انسان با طبیعت شده. من رفیق ما برار اوش برار دو. حامد گالی، خبرگزاری صدا و سیما، آمل.